سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و نور امید تو دلتون روشن باشه. داشتم فکر میکردم که خوب میشه که این روزها که فصل پاییز شروع شده و هممون یه جور حس و حال غمگینی داریم، بیایم راجع به این با هم صحبت کنیم که خب تا اینجای سال برنامه‌هامون رو چطور پیش بردیم و از اینجای به بعد قراره چیکار کنیم. در واقع یه بازنگری به هدف گذاری هامون در نیمه دوم سال و اینکه خب هدفمون رو چطوری رها نکنیم. معمولا این فصل از سال اولش کمی با حس و حال غم شروع میشه. شاید دلیل اصلیش اینه که یه حسی توی مغزت میگه رسیدی به وسط سال و کاری نکردی. هدفایی که تو پرونده نوشتی رو هیچ کدوم انجام ندادی. توی این نقطه دو تا راه حل داری. بری تو حالت غمگین و رها کردن کل داستان، یا اینکه بیای و بگی خب الان چیکار میتونم بکنم براش. اول از همه باید بدونی که اینا بیشتر از این که واقعی باشن یه حس هستن. میپرسی چرا؟ چون ذهن ما اینطوری کار میکنه که همیشه نواقص رو میبینه و بدترین سناریو میچینه، چون دنبال بقاست. پس تو قدم اول باید با خودت شفاف باشی. از خودت بپرسی خب چی کار کردم تو این 6 ماه؟ اول که نگاه میکنی ذهنت بهت میگه که کاری انجام ندادی، ولی دقیقاً تو همین نقطه تو ذهنت زندگی رو یه دسته بندی میکنی. میگی که تو حوزه شغلی، تو حوزه مالی، تو حوزه سلامتی، تو مهارتام، تو بخش عاطفی وای میسی و ریز میشی. خوب فکر میکنی، به خودت میگی که تو حوزه سلامتی برای پوستم یکی دو تا کار کوچیک انجام دادم، یه شوینده گرفتم، یه کرم مرطوب کننده زدم. برای مهارتم سعی کردم یه نرم افزاری که تو رشتم خیلی مهمه رو کمی ببرم جلو. خب همینجا وایسا. آره، نقطه‌های روشنی میبینی و ذهنت حس بهتری داره و همه چی تو روی کاغذ نوشتی و ذهنت شفاف و روشن شده. حالا 2 تا تصویر داری، کارهایی که انجام دادی و مشکلاتی که از پسشون بر اومدی و شکستات. دقیقاً اینجا همون نقطه‌ایه که با شکستات روبرو میشی و این روبرو شدن با شکست باعث میشه اولش ناراحت بشی، اما از لحاظ احساسی قوی ترت میکنه و تاب‌آوری احساسی تو میبره بالا. دقیقاً همینجا باید دیدگاهت رو نسبت به شکست تغییر بدی. همینجا با اهدافی که در شکست خوردی نگاه میکنی و میگی خب چرا این هدف رو گذاشتم؟ دلیل و معنای پشت این هدفم چی بوده؟ آیا با ارزشام مطابقت داشته؟ چه تصویر از آینده بهم میداده؟ چه حسی دارم وقتی به این هدف برسم؟ و دقیقاً همینجا هدفهای واقعی ترت رو پیدا میکنی و احتمالاً از 5 تا هدف اول سالت 2 تاش میره کنار و روی 3 تای اصلی تمرکز میکنی و در مرحله آخر این هدف رو باید خورد کنی، به قدم‌های کوچیک‌تر و عادت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنی. و یادت باشه اگه اطرافت یه شبکه‌ای از دوستایی داشته باشی که باعث بشن تو به سمت هدفت هل داده بشی، انگیزه بیشتری میگیری. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.